در پایتخت مملکت اجلاسی 13 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم با راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی هم معاونان راهبری دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. وکیلان مسئله تامین اجرای نقشه چاره‌بینی های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دایر به مجهز نمودن انفراساختارهای پرتابگاه ها، قبول سری وقتی و کشانیدن پرتاب های سخت معیشی را مورد بررسی قرار داده. در رابطه با این گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، کارخانه‌های پرتابکشانی ناحیه‌های شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار را بهره تامین فعالیت ثمرناک ساحه اداره‌کنی پرتاب‌های سخت معیشی، امنیت سانیتری و اکولوژی، به نظام درآوردن رجای برآوردن پرتاب‌ها از محله و شهرک‌ها و گذرانیدن کارهای فهماندهی را با ساکنان شهر وابسته به رعایت فرهنگ شهرنشینی در سمت‌های به قیدگیری و تقویت بخشیدن کار سیستم بیلینگی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه اجرای برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی خصوصی برای سالهای 2022-2027 را محاکمه نموده وابسته به این مسئله معاون رئیس شهر دوشنبه حسابات داد. رئیس شهر دوشنبه در این رابطه با معاون یکم، معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های پایتخت، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه و مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه سفارش دادند که در همکاری با ساختارهای دخلدار کارها را جهت فراگیری به تعلیم و تربیت تا مکتبی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه مستقیم بهره بنیاد مؤسسه‌های خوش‌طرح و زمانوی، تهیه و راه‌اندازی نمودن مکانیزم همکاری‌های مشترک با صاحبکارانی که فعالیت آنها بر رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی خصوصی روانه شدند جانناک نمایند. همچنین به مسئولین جهتی در این مؤسسه ها به طور حتمی به راه ماندن آموزش زبان دولتی و تاریخ خلق تاجیک اینچنین تأمینات آنها با کادرهای بلند اختصاص دستورهای مشخص داده شد. در ادامه مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه وکالت وکیل از حوزه انتخاباتی رقم 21 گرویزاده امید را با سبب به دیگر منصب گذاشتنش پیش از مهلت قطع کرد. بنابراین در حوزه انتخاباتی رقم 21 14 می سال 2023 انتخابات مقرر گردیده کمیسیه شهری انتخابات تأسیس داده شد. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق کردند. در جنبسته کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کل حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه‌آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسی 13 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم کار خود را انجام داد.